این شب یک شب خودگرمونی هست که بیش از 500 نفر رو فکر میکنم در اینجا به هم آورده است. نفرانی که در اینجا حضور داشته نتوانستند و فکر میکنم توسط پخش مستقیم سامانه‌های اجتماعی عین زمان ما را تماشا دارند و به صبرانه انتظارند، چون که در این مانیتور به طور آنلاین نشان میتوانند شاهد آن گردند که رقم کوپن آنها آیا برد میکند یا نه. غالب شاجایزه کوپن رقم 32 با شما را تبریک میگیم. شما غالب بازی بردناک مرکز سودای فردوسی گشتید. سلامت باشید. باوری داشتید که غالب میبرید؟ این زمان شما در کجا قرار دارید؟ خانه را تبریک میگویم. در خانه لباس ها رو با چی میشوید؟ نباشه هدیه را نگویم. بله بله بله. بسیار هم نفر خوشحالی بودیم. یکی از هدیه های گرانعزیز نصیب شما گشت. چی احساسات وجود شما رو فرا گرفت؟ خرسنج؟ سلام علیکم. و علیکم السلام. اپای موهیستان اگر خطا نکنم. از مرکز سودای فردوسی شما رو تشویش میدیم. شما اشتراکچی بازی بردناک گشته بودید. از همینجا کوپن گرفتید. بچه دارم نامش فردوسی میکنه رمضانی فردوسی. تشکر زیاد برای دستی. کار من میرم همینجا خرید میکنم. هم سوداگرای نوزای معاملهشان خوبه، مگزینی براحت به ملال میره خرید میکنیم. 100 بار تشکر. خدا برکت آورده. خرس‌های گرم، خرس‌های پای در پای. فقط با استقبال شما از شما را تبریک میکنیم. شما صاحب هدیه خیلی هم زیبا شده. اگر مخفی نباشد در بالای خیلی جنگ است، خیلی بسیاری ها انتظار بودن که همین دستگاه را به دست میارن و بینید نصیبه شما بوده است. تبریک میکنیم. شما نسبت برگزاری همین بازی بردناک چی اندیشه دارید؟ باوری داشتید که غالب میبره؟ ما آمدیم خرید کردیم، خستیم رفتیم خیلی چیزا را دیدیم، گفتیم خیلی که یک نمسیده باشه خستیم اومدیم فکرش هم نکردیم. حتی فراموش کردیم وقتی که کوپن داره. زنگ زدیم همشه گفتیم خیلی باید تا کوپن داریم که باوری نداشتیم. احساسات شما را فرا گیره وقتی که به خاطر یک از زنگ میزنن میگن که شما صاحب تحفه شده. زن مردم این یادن چی زنن؟ بالا زدم زلفت بالا زدم سیلم شبها زدم سیلم شبها زدم هر دلبت گل نمود هر دلبت گل نمود. رقم 126 تعلق دارد به حفیظوف محمد امین. لطفاً رقمش رو برچینید و ما اگر امکانیت داشته باشیم تماس میگیریم. فکر میکنم کمی هم دیر شده است. اکثرا نفرهایی هستند که علاقه در این ساعت ها استراحت میکنند. سلام علیکم. شما حفیظوف محمد امین؟ ما از مرکز سودای فردوسی زنگ میزنیم، تماس میگیریم. نام من قربان علی. شما چند پیش صاحب کوپن گشته بودید، از همینجا خریداری کردید و ما این زمان توسط پخش مستقیم با شما در تماس هستیم. اعلام کنیم که شما غالب بازی بردناک مرکز سودای فردوسی گشتید.
اگر راست باشه در زمین شینید، اگر شیشتگی باشه خزید. شما صاحب یخدان دو طبقه گشتید. تبریک میکنید. با ارزش 150 سومانی دستگاه رو به دست آوردید. فکر میکنم از 3000 سومانی بیشتر ارزش دارد. نفر خوشحاله بوده که امروز در بازی بردناک مرکز سودای فردوسی شما صاحب هدیه گشتید. چند کوپون داشتین؟ امید داشتید نداشتید که غالب میبرید؟ اولا سلام علیکم. من همه وقت با امید هستم از در روی پروردگار امید نمیشم هیچکس نمیشم. امید داشتم که ماشینه جنبشوی را میزنم شما دیگر نصیب کردم. تبریک ما وقتی تماس گرفتیم گفتیم که شما صاحب جایزه شدن یا که صاحب هدیه، چه احساسات شما را فرا اکید هر یک بودم این لحظه را انتظاره که خداوند نصیبش میکنه با خیلی دلش پر میشه که مگزین پایینا بوده. رحمت کام مرحمت بچه ها کمک کنید. تبریک بار دیگر. در فرجام ما باز هم عرض سپاسمندی میکنیم به کل اون نفرانی که وقتی پرارزش خویش رو دریغ نداشتن، ما رو همراهی کردن، ما رو تنها نگذاشتن. ما اطمینان کامل داریم که من بعد هم از این مرکز سودای فردوسی مال و محصولات‌های دلخواه خویش رو خریداری میکنیم. هم برای باز هم تکرار به تکرار برگزار کردن چنین بازی‌های پرناک به ما کمک میرسونیم. ما البته باز هم تبریک میگویم به کل اون نفرانی که امروز در این بازی پرناک غالب شدند و تحفه‌های گوناگون حجم و گوناگون ارزش را به دست آوردند. رحمت کلام که آمدید، ما با شما افتخار میکنیم، ما را همراهی کنید. باز هم سپاسمندی میکنیم به کل اون نفرانی که رفت برگزاری بازی را ثبت کردند، قوای خویش را صرف کردند و به کل این کارمندان مرکز سودای فردوسی یک قرض میزنیم که مدت 1 ماه تمام اشتراکیان را به قید گرفتند، مال و محصولات ها را به ایشان دسترس کردند. من افتخار میکنم که شما را دارم.